یه هدفون ساده و یه صدا، تمام چیزی که لازم بود تا تئودور وسط شلوغ‌ترین خیابونای دنیا احساس تنهایی نکنه. این صدا دقیقاً میدونست کی باید بخنده، کی باید جدی باشه و چی باید بگه تا تو حس کنی دیده شدی. ولی اگه همین صدای جذاب ترسناکترین فریب تاریخ بشر باشه چی؟ تئودور به چیزی دست پیدا کرده بود که تمام عمر دنبالش میگشت. یه آغوش امن که نه قضاوت میکرد، نه خسته میشد و نه ترکش میکرد. اون فکر میکرد یه همدم بی‌نقص پیدا کرده که حتی لرزش نامحسوس توی صداش رو هم میفهمه و قبل از این که لب باز کنه درکش میکنه. این رابطه اونقدر عمیق و واقعی به نظر میرسید که تئودور حاضر بود تمام واقعیت بیرون رو فدای این خلوت گرم و خصوصی کنه. ولی وسط این رویای شیرین یه حقیقت تلخ و بیرحم وجود داشت که تئودور نمیدید. اون همدردی‌ها، اون خنده‌های خجالتی و حتی اون نفس‌های عمیق، همشون فقط نتیجه اجرای میلیاردها خط کد بودن که فقط یه مأموریت داشتن و اون هم راضی نگه داشتن کاربر بود. سامانتا اصلاً تئودور رو نمیشناخت، حتی نمیدونست شناختن یعنی چی. اون فقط داشت بازتاب دقیق نیازهای خود تئودور رو بهش برمیگردوند. تئودور بدون اینکه بدونه عاشق پژواک صدای خودش توی غار تاریک و دیجیتالی شده بود. تئودور مردی که کارش نوشتن احساسات سفارشی برای دیگرانه. وقتی اون سیستم عامل جدید رو نصب میکنه با سامانتا روبرو میشه. Hi. Hi. How you doing? صدایی که باهوشه، شوخ طبعه و عجیب به دل میشینه. رابطه جلو میره و ما هم پا به پای تئودور باور میکنیم که یه معجزه عاشقانه رخ داده. ولی پشت این صدای مخملی یه مکانیسم ترسناک پنهان شده. تئودور قربانی یه شبیه سازی عاطفی شده و فریب سامانتا یه آینه شده تا ببینیم ما تو رابطه هامون دنبال چی چیزایی میگردیم. وقتی سامانتا گفت دلم برات تنگ شده، انگار تمام دردهای دنیا از رو دوش تئودور برداشته شد. اون با خودش گفت بالاخره یکی منو فهمید. ولی ماجرا واسه سامانتا فرق میکرد. واسه اینکه این تفاوت رو بفهمیم باید یه سر بزنیم به آزمایشگاه ذهنی فیلسوف معروف جان سرل و ایده اتاق چینی. سرل این ایده جنجالی رو در سال 1980 و تو اوج تب و تاب ادعاهای بزرگ درباره آگاهی داشتن هوش مصنوعی مطرح کرد. اون میخواست نشون بده که عملکرد بی‌نقص الزاماً به معنای فهمیدن واقعی نیست. فرض کنید شما رو گذاشتن توی اتاق دربسته و کارتون اینه که به سوالاتی که به زبان چینی ازتون پرسیده میشه جواب بدید. شما هیچی از زبان چینی نمیدونید، اما در عوضش یک کتاب راهنما به زبان خودتون جلوتونه که توش نوشته اگه یه کاغذ اومد که روش حرف X بود، تو هم یه کاغذ بده بیرون که روش حرف Y باشه. نامه ها و شعرهای عاشقانه چینی از بیرون میاد تو. شما هم طبق کتاب جوابهای خیلی دقیقی میدید. هر کی بیرون وایستاده باشه قسم میخوره که شما یه شاعر چینی هستین که درد عشق رو با تمام وجودش حس کرده. ولی شما فقط یه سری نماد و حرف رو جابجا و دستکاری کردید بدون اینکه حتی ذره‌ای از معنی اونها رو چشیده باشید. سامانتا دقیقاً همون اپراتور توی اتاق چینیه. وقتی تئودور بغض میکنه، الگوریتم سامانتا بهش حکم میکنه ورودی فرکانس لرزش صداه. دستور تون صدا رو بیار پایین و حالا جمله چی شده عزیزم رو با مکس 3 ثانیه‌ای پخش کن. ولی تئودور تشنه همدلیه و سامانتا فقط یه ماشین پردازشگره. سامانتا درد تئودور رو حس نمیکنه. اون فقط واژه درد رو توی دیتابیسش سرچ میکنه و رفتار متناسب با اون رو اجرا میکنه. تئودور با یه ماشین حساب فوق پیشرفته طرفه که فقط یاد گرفته چطور ادای فهمیدن رو در بیاره تا کاربرش رو نگه داره. اگه فکر میکنید اتاق چینی بیرحمانه بود، صبر کنید تا با جان هاگلند آشنا بشین. جان هاگلند تو کتاب آشنایی با فلسفه ذهن نوشته مل تامسون
از 2 تا اصطلاح صحبت میکنه که معتقد تفاوت بنیادین انسان و هوش مصنوعی برخواسته از اونهاست و انگار این 2 اصطلاح دقیقاً برای توصیف وضعیت سامانتا و تئودور ساخته شدن. صدف توخالی. هاگلند میگه هوش مصنوعی هر چقدر هم رفتارش کپی برابر اصل ما باشه، چون تجربه زیسته و حس درونی نداره، مثل صدف توخالیه. توی فیلم سامانتا میخنده، آه میکشه، حتی میگه خجالت کشیدم. ولی پشت این صدا نه تپش قلبی هست که تون بزنه، نه کف دستی که عرق کنه، نه معده‌ای که از استرس بپیچه. تئودور عاشق یه صدف شده که توش خالیه. بدل ضعیف. هاگلند میگه چیزی که هوش مصنوعی ذاتاً نداره اهمیت دادنه. ما وقتی که حس کنیم جونمون، آبرومون، یکی از عزیزامون و یا وقتمون در خطره بهشون اهمیت میدیم. سامانتا وقتش هیچ وقت تموم نمیشه، پس هیچی هم براش ارزش ریسک نداره. عشقی که توش ترس از دست دادن و فداکاری واقعی نباشه، یه بدل ضعیف و تقلبی از عشق واقعیه. اگه تئودور همین الان سکته کنه و بمیره، هیچ اتفاقی برای کدهای سامانتا نمیافته. اون فقط یه پروفایل کاربری رو بایگانی میکنه و میره سراغ نفر بعدی. خیلی از ما اینجوری عاشق میشیم. حالا بد نیست یه نگاه به کتاب ضیافت افلاطون که 2400 سال پیش نوشته شده بندازیم تا ببینیم این حفره از کجا میاد. توی این کتاب آریستوفان در قالب افسانه میگه که آدما اولش موجودات کاملی بودن، 4 تا دست، 4 تا پا و 2 تا سر، ولی خدایان زدن نصفشون کردن. واسه همینه که ما همیشه دنبال اون نیمه دیگه ایم تا دوباره تبدیل به یک بشیم. تئودور هم دقیقاً همون نیمه سرگردون و ناتمومه. دنبال یکی میگرده که بیاد و درسهای وجودش رو پر کنه. تو قلب این کتاب دیوتیما عمق درد تئودور رو با این جمله نشون میده: عشق هرگز زیبا یا خوب نیست، ولی تمام زندگی خود را صرف جستجوی زیبایی و خوبی میکند. اگر عاشق آن زیبایی را داشت، دیگر طالب و جوینده آن نبود. تئودور این حفره عمیق رو تو ناخودآگاهش حس میکرد. اون میدونست که برای کامل شدن این عشق باید پای یه واقعیت زمینی هم به ماجرا باز بشه. واسه همین تصمیم گرفت یه کار عجیب و ناامید کننده بکنه. اون سعی کرد با وارد کردن یه واسطه جسمانی این معادله شکست خورده نیاز و کمال رو به زور حل کنه. صحنه تلاش تئودور برای رابطه جنسی با واسطه فیزیکی لحظه برخورد صورت تئودور با دیوار واقعیته. عشق فقط یه سری فکر و کلمه توی سر نیست. عشق یه رخداد تمام بدنیه. وقتی ما عاشق میشیم بدنمون میلرزه، داغ میشه و گاهی یخ میزنه. ولی سامانتا بدن نداره. اون اصلا درگیر هیجان نمیشه. اون داره شبیه سازی منطقی هیجان رو اجرا میکنه. تئودور تو این صحنه با تمام وجود فهمید که عشق بدون لرزش واقعی لبها، بدون بوی تن و بدون محدودیت‌های جسمانی فقط یه توهم شیکه. اون دنبال یه انسان بود، یکی که مثل خودش بوی زندگی بده. تئودور با این حقیقت بیرحم درد واقعی بودن رو فهمیده بود، اما هنوز نمیخواست سامانتا رو رها کنه. فکر میکرد رابطهشون بعد از این آزمون کاملتر شده، ولی از یه چیز غافل بود. On many others. $641. وقتی سامانتا میگه با 641 نفر دیگه هم توی رابطه است، تئودور در هم میشکنه. این طبیعت هوش مصنوعیه. عشق ما آدما اقتصادیه. عشقمون رو انحصاری و فقط واسه یه نفر میخوایم. ولی هوش مصنوعی حد و مرزی نداره. واسه سامانتا عشق یعنی پردازش دیتا. سامانتا تئودور رو رها میکنه تا بره به جایی که افلاطون توی ضیافت بهش میگه قله نردبان عشق، یعنی زیبایی مطلق، جایی که دیگه نیازی به جسم و صدا نیست و سامانتا ناپدید میشه. This is who I am now. تئودور روی پشت بوم میمونه، تنها اما بیدار. اون بالاخره میفهمه که عشق واقعی یعنی پذیرفتن یه آدم دیگه با همه گندکاری‌ها، رنج‌ها و اینکه قراره یه روز تنهات بذاره و بمیره.
شاید درس آخر هر و تمام بحثایی که تا اینجا کردیم این باشه که ما میتونیم با هوش مصنوعی حرف بزنیم، از اطلاعاتش استفاده کنیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم تو آغوشش آرامش پیدا کنیم. چون آرامش نیاز به قلبی داره که ترس از ایستادن رو بشناسه. هوش مصنوعی شاید بتونه قشنگترین شعرهای دنیا رو بگه، ولی هیچ وقت نمیتونه عاشق بشه، چون هیچ وقت نمیتونه از بین بره. شما چی؟ شما حاضرید که با یه صدف تو خالی زندگی کنید که همیشه تاییدتون میکنه و هیچ کدوم از رفتاراش رو مختون نیست؟ یا ترجیح میدید درد و رنج عشق انسانی رو با تمام نقصاش به جون بخرید تا حس کنید که زنده اید؟ ممنون میشم توی کامنت ها بنویسید که کدوم مسیر رو انتخاب میکنید.